سلام قشنگا، حالتون چطوره؟ امروز بالاخره بسته‌ای که مدت‌ها منتظرش بودم با یکم تأخیر رسید. میخوام با هم بازش کنیم و همه مشخصاتش رو هم نشون میدم که اگر خواستین شما هم بتونین راحت سفارش بدین. اولین محصولی که میبینیم یک بسته 100 تایی کاغذ آچاره. بسته بندیش ساده بود اما کیفیت برگاهاش نسبتا خوب بود. محصول بعدی یه استند لوازم آرایشیه. کیفیتش خوب بود، خیلی کاربردیه، فقط یک مقدار روش خط و خش داشت که خیلی به چشم نمیاد و قابل استفاده است. اینجا دوباره یه استند لوازم آرایشی دیگه داریم که جنس و کیفیتش مثل استند قبلی بود. کلا بچه این استند ها خیلی کاربردی هستند. علاوه بر لوازم آرایش میتونیم برای براش هامون خودکار و مداد هم استفاده کنیم و یک نظم‌دهی خیلی قشنگ روی میزتون میده. محصول بعدیمون یه دونه چراغ مطالعه است. راستش رو بخواین من خیلی از این محصول خوشم اومد، چون یک طراحی خیلی خاص تاشویی داره، خیلی جمع و جوره و راحت میتونی بذاریش روی میز یا حتی با خودت ببریش کتابخونه، جای خاصی بری میتونی ببریش. خیلی باحاله. نورش هم توی 3 درجه تنظیم میشه، خیلی خیلی سبکه. بس همه مهمتر اینه که شارژیه، این کارتو خیلی راحت تر میکنه دیگه. دغدغه سیم و پریز و اینا رو دیگه نداری. با یک لمس کوچیک روشن و خاموش میشه. برای مطالعه یا حتی کارهای روزمره به نظرم خیلی کاربردیه. من از این محصول خیلی خوشم اومد و بهتون واقعا پیشنهادش میکنم. محصول بعدیمون بازی مونوپولیه که کیفیتش خوب بود و همه قطعاتش هم مرتب و تمیز بودن. این بازی خیلی سرگرم کننده است به نظرم و جزو اون بازی هاییه که میتونه ساعتها شما رو مشغول نگه داره و برای جمعهای دوستانه یا خانوادگی خیلی باحاله و سرگرمتون میکنه قشنگ.
خب رسیدیم به جعبه کوچیکه و آخرین محصول. این یه پاور بانک 5000 میلی آمپره که من توی بلک فرایدی با تخفیف حدود 2 میلیون تومانی گرفتم. قبل خرید هم نظرات کاربرا رو خونده بودم و بیشترشون تقریبا راضی بودن. برای همین هم تصمیم گرفتم سفارشش بدم. وقتی به دستم رسید دیدم کیفیتش خیلی خوبه، فقط یکم سنگین بود ولی خب قابل قبوله. به نظرم این پاور بانک خیلی گزینه خوبیه برای کسایی که دنبال پاور بانک میگردن. کیفیتش هم خیلی خوبه. اینم از آخرین محصول بسته امروزمون. راستش خیلی تجربه باحالی بود و من خودم به شخص خیلی خوشم اومد. شما هم حتما نظرتون رو توی کامنت ها بهم بگید که از کدوم محصول بیشتر خوشتون اومد و یادتون نره کانال رو حتما دنبال کنید و داشته باشیدش، چون از این مدل ویدیوها قراره خیلی با هم بگیریم. و همین دیگه، تا ویدیو بعدی، خدافظ.